سلام میکنم خدمت شما مخاطبین خوب وارش اسپورت، رسانه هواداران داماش. در خدمت جناب آقای نصیر نعیمی‌پور یا آقای وحید نعیمی‌پور هستیم. سلامی اگر داشته باشید با هوادارا که در خدمت شما هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما احمدی، همچنین همکارانتون، مخاطبین عزیزتون. یه سلام ویژه هم بکنم به هوادارهای داماش، در جایی که داماش تشکر بکنم ازشون بابت حضورشون توی هوای بارونی و شرایط ویژه بازی قبلی و حمایت‌های همیشگیشون. من در خدمتتون هستم. جناب نعیمی‌پور، حالا مباحث رو من قبلا خدمتتون ارسال کردم. حالا اولین موضوعی که هم البته بهش افتخار میکنیم که حالا مالک باشگاهمون اینقدر توی صحنه است درگیر میشه، ولی به نظرتون آیا واقعا مناسب بود اون اتفاقاتی که حالا در پایان بازی افتاد؟ یعنی واقعا کس دیگه روی نیمکت نبود که بخواد اون کارا رو دنبال کنه. من درک میکنم و کاملا، یعنی حق میدم، ما زمین خودمونه، باید به هر حال روی داورها تاثیرگذاری داشته باشیم. همه تیم‌ها این کار رو انجام میدن، ولی واقعا آیا نفر دیگه ای نبود که اون کار رو انجام بده؟ والا در خصوص این مورد آقای احمدی عزیز من بگم که اولا که خب درگیری و بحث و گفتگو اینا هیچ جا قابل توجیه یا قابل تایید نیستش، ولی خب در مورد ظرفیت انسانی که صحبت بخوایم بکنیم، به هر حال کاسه یه جا لبریز میشه. شما ببینید من 1 سال خورده‌ایه که فکر نمی‌کنم تا حالا در مورد داوری صحبت کرده باشم. اگر کردم شما بگید آقا تو این مورد صحبت. گفتم تو بطن تیمم، گفتم آقا تلاشتون قابل تقدیر بود، مثلا این بازی داور 2 تا پنالتیتون رو نگرفت یا یه پنالتی علیهتون گرفت، ولی نه مصاحبه‌ای کردم، نه بدرفتاری داشتم، نه در واقع با کسی درگیر شدم. یه بار بازی با شهرراز پارسال بود که میتونید از آقای حمیدی و آقای نظر محمدی، آقای جلالی، کسانی که پارسال در اون مقطع حضور داشتن، بپرسید که من چه واکنشی داشتم. بعد از بازی به سرعت خودم رسوندم به زمین. یادتون باشه شهرراز پارسال توی شیراز که دقیقه 91 یه پنالتی مشکوک برامون نگرفت. نمیگم بود یا نبود، انقدر دوربین دور بود که نمیشد تشخیص داد، ما هم فاصلمون زیاد بود، ولی پنالتی که گرفت و کل لیگ گفتن پنالتی نبود. اون موقع یادم مشتاق بیژن عزیز که هر جایی که هست موفق باشه انشالله، با بازیکن حریف تو بینشون گیر کرد و یه پنالتی گرفت و گفت به دستش خوره، که اصلا نادر بود، یعنی خیلی عجیب. و شما میدونید تو لیگ یکم با توجه به اینکه خب پخش رسانه‌ای و پخش مستقیم و برنامه تخصصیش هم که میبینید چه شکلی و همه این مسائل کنار هم دیگه، به هر حال کار برای تیم‌ها سخت‌تر میشه. و من در اون بازی اومدم سری و سر خودم از سیاپی رسوندم بزنیم، بازیکن‌های تیمم همه رو فرستادم تو رختکن، تشکرم کردم، گفتم آقا اتفاقی که افتاد دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، واقعا دیگه هیچ کاریش نمیشد کرد. تو اون بازی هم از دقیقه 70 به بعد مشخص بود که اتفاقات داره به سمتی پیش میره که ما احتمالاً نتونیم از اون بازی جون سالم به در ببریم. ولی بعدش ناظر بازی اومد شروع کرد، سعید طالبی عزیز که اونم ان شاءالله هر جا که موفق باشه، دلتنگ همه عزیزان هستیم. اومد سعید طالبی که اصلا دقیقه 85 از بازی تعویض شده بود و رو نیمکت نشسته بود و خاص برای گزارش یکی دو تا تدارکات ما رو برد، کی رو برد، کی رو برد، اینو آورد، اونو شروع کرد ملتهب کردن که من دیگه صدام در اومد، گفتم آقا تیم من اینجا باخته، با این اتفاقم باخته. بازیکن‌های من همه به هر حال توی نقطه جوشن، شما دارید میید بیشتر این جو رو درست میکنید که آسیب بزنید به تیم ما، در این حد که جریمه نقدی هم شد. در همین حد، یعنی اومدم بله، اون حالا در خصوص اون بازی بود. برسیم به بازی آریو. بعد از اون دیگه من تا امسال حتی یک مورد اعتراض هم نداشتم، در صورتی که شما میدونید بیاید آقای احمدی، شما خب رسانه‌ای هستی که اختصاصی به باشگاه داماش میپردازی و هم خودت هم همکاران فوق العاده قبل از اینکه بخواید رسانه‌ای و مطبوعاتی باشید هوادار تیم داماشید. من اینو درک می‌کنم. من هم اشکاتون رو دیدم، هم لبخنداتون رو دیدم، هم اعتراضاتتون رو به ما دیدم، به بقیه دیدم. شما با داماشید، با نعیمی نیستید، با نمیدونم آقای حسن که تو تیم امسال هست امسال نیستید. پس بیایید یک بار از سال گذشته ببینید و همه رو یکی در بیارید. ببینید ما پارسال چقدر از داوری ضرر کردیم، واقعا چقدر از داوری ضرر، خیلی دیگه تو رشتش خیلی بده. ببین من هیچ وقت، من دقیقاً متوجه عرایض شما هستم. عرض من اینه که خب این چیزا توسط مثلا شما نباید انجام بشه. عرض من اینه، یعنی یه جورایی دور از عذرخواهی میکنم اینطوری میگم، دور از شأن
در واقع اون بله مدیریت داماشه. اینکه اصلا من نباید کنار زمین بیام، مثلا من کنار زمین چیکار کنم، مثلا دلیل نداره. ولی خب وقتی اون شرایط رو حس میکنم که من نمیگم مثلا تیم ما گل میخورد تو اون دقایقا، ولی حس میکنم شما اون هندی که نگرفت داور رو دقت بکن، بله. اخراجی که کرد رو دقت بکن، اخطاری که نیمه اول داد و نکته ویژه تیم حریف که براشون هم احترام ویژه قائلیم، هم برای سطح فنیشون هم مدیریتشون هم مربیشون. نکته ویژه و برجسته تیم حریف ما در نیمه اول چی بود آقای احمدی؟ ضربه کاشته که زدن سعید رو خط در بود. برید ببینید ما چجوری کاشته دادیم. ببین اصلا خطا بود. یه توپی رو سر دوتا مدافع رد شد. در اون شرایط من احساس کردم انقریبه که ببینید سوتا داشت جوری زده میشد، حالا به قصد یا به غیر قصد، چه فرقی در کل مطلب داره. بله. وقتی من 3 امتیاز تو دست بدم بازیکن، من به نظر من میتونست رو خطایی که رو آرمان لطف خدا شد بازیکنش میتونست اخراج شه. بله. حالا کارشناسای داوری باید بگن، البته کارشناسای بی‌طرف داوری، نه کارشناسایی که شمشیر بر معروف هستن حالا ادابتی دارن یا دلخوری دارن. بالاخره همه دوست دارن تو رشت کار بکنن، تو داماش کار بکنن، خیلی دوست دارن. با این پتانسیل هواداری و برد رسانه‌ای تو لیگ یک فکر نمی‌کنم تیمی به اندازه ما، حالا همه تیم‌ها قابل احترامن، یا بیشتر از ما مثلا برد رسانه داشته باشه یا اینقدر هوادار تیفوسی و دلسوز داشته باشه که تو سرما و گرما بیان تو استادیوم. این جذابه برای همشون جذابه، ولی اینکه بخوام بیان یک طرفه بر ما کیفرخواست هم صادر کردن، انقدر فشار آوردن که ما رو محروم کنن. حالا اعلام کرده بودن که 48 ساعت هم فرصت دارید، اعتراض زدید در این خصوص؟ ببین این خیلی جالبه، اتفاقا من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، خیلی جالبه. رأی یه ساعت پیش من ابلاغ شده تو سامانه باشگاه اومده، از پریشب دوستان رأی رو اعلام کردن. یعنی یک ساعت پیش به نسبت این مصاحبه میفرمایید دیگه. فکر میکنم یکی دو ساعت نه صبح، ساعت 10 صبح، 10 صبح امروز اومده، ولی از دیروز و پیروز رأی هم صادر کردن از همراهی تیم و اینا. میدونی این که درز میکنه خیلی جالبه بر من، خیلی در واقع این که چه فشارهایی میاد که انجام بشه. حالا ما مشکلات عدیدتر از محرومیت من داریم و از این موضوع خیلی مهمتر از من توی باشگاه هستم، من از دورم میتونم کارم انجام بدم. در صورت من از هوادارمون عذرخواهی میکنم. شما درست میفرمایید، اینکه من به عنوان مالک باشگاه بخوام بیام، البته من خادم باشگاهم، نمیخوام اصلا ادا در بیارم. منم عرض کردم از طرف مایه خوشحالیه که چنین اتفاقی میفته، ولی خب یه جوری هم هست دیگه. به این قبل از بازی اومدن به من گفتن اینو اگه دوست داشتین پخش کنین، دوست نداشتین پخش نکنین، نمیخوام ادا و اصول باشه. قبل از بازی اومدن من صدا کردن گفتن آقای نعیمی بیا به دامون بگو که این تیر از دستش بندازه زمین، داره زمین تیر میزنه. گفتم چه فرقی میکنه، بچه‌ها دارن همه با هم کمک میکنن، دامون هم داره کمک میکنه که بازی برگزار بشه. من هر کاری از دستم برمیاد برای دوستانی که در جریان نیستن عرض کنم که آقای نعیمی پور میفرمایند دامون فرزندشون میفرمایند. دامون هم مثل بقیه بچه‌ها چه فرقی میکنه. پارسا هم امسال توی تیم مسئولیت نداره، سرباز و جزء تدارکات ما نیست، با عشق داشت اونجا رو طی میزد که بازی برگزار شه. همه اومده بودیم، هوادار اومده بود که بازی رو برگزار بکنیم و تلاشمون رو میکنیم که اتفاق بیفته. من عرض میکنم کار من کار در واقع خارج از عهده‌ام بود، یعنی من نیومدم که مثلا با اراده نیومدم. واقعا احساس کردم اون لحظه دیگه اگه دو تا سوت دیگه برعکس زده شد، آقای احمدی دو سه تا ضربه کاشته اشتباه گرفته شد، یه کرنل اشتباه گرفته شد، یه هندون بر گرفته نشد. توی لیگ یک هر یه دونه از این سوتا تیم رو سوار تیم حریف میکنه و بالعکس. توی ضد حمله ها طرف تیم مقابل خطاهاشو میکنه، یه دونه کارت نمیگیره. ما اولین خطا رو میکنیم کارت میگیریم. اینا خیلی بدیهیه. به یه موقعی شاید میمدیم 10-15 سال پیش مثلا برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌های در واقع کارشناسی نگاه می‌کردیم، گفتن اشتباه تاثیرگذار نکن. الان دیگه داورای اشتباه تاثیرگذار به ندرت میکنن. اگر قرار باشه اشتباهی بشه، همین اشتباهاست که در واقع کفه ترازو به هم میخوره و تو لیگ یک 4 تا 5 تا کاشته ممکنه یکیش بره تو گل، 3 تا کاشته ممکنه یکیش بره. کما اینکه بازی با پارسا جنوبی مگه با یه سانس ما گل نخوردیم، بازی 3 امتیاز از دست دادیم. خب ببین وقتی تیم حریف بیاد رو باکس ما، من احساس کردم اون لحظه بعدم من به هیچ کس توهین نکردم. درسته سر صدا کردم، اومدم از نیمکتم خواستم. رسانه باشگاه هم که البته دیدیم در خصوص بحث داوری ویدیوهایی داشت، مثل اینکه حالا به سازمان لیگ هم داده، به کمیته داوران هم داده شده ظاهرا. بعد اعتراضم کردیم. ببین من وقتی اومدم کنار زمین به کادرم اعتراض یه خورده اگر اینورتر قرار بگی تو تصویر وسط تصویر باشین ممنون میشم. ببین من به کادرم اعتراض کردم، اومدم سریع به کادر فنی گفتم آقا چرا بازیکن اخراج شده بازی نگه نمی‌داری؟ چرا بازی نگه داری؟
اصلا تیم تو بیار کنار، تکلیفش روشن. مگه الان تو بازی دیگه ندیدیم گل مگه جابجا نشده؟ بله گل زده شده، مردود شده، بله نمیدونم دوباره مردودیه قبول شده، دوباره جاهای دیگه. ببینید اصلا من بحثم به تیم خاص نیست، تو شهرهای دیگه میری اتفاقا نه میفته. صحبت ما توی رس صحبت همین استاندارد دوگانه است در واقع. بعد ببینید اصلا این موضوع که آقا ما بازیکنون اخراج شده، سریع هم بازی شروع کردیم، 10 نفره دفاع راستمون هم تعویض شده، من سریع اومدم پایین و اعتراض کردم، گفتم آقا بازی نگه داریم. بله. حالا دیگه اون اتفاقات که بعدش افتاد، بعدش هم واقعا اطرافیان بودم و دیگه من با کسی نه زد و خوردی کردم، نه خدای نکرده حالا توهینی کردم. زدن یه بدرفتاری صحبتی که کرد، در خصوص بدرفتاری من اون بحث حالا محکومیتی که برای شما، حکمی که برای شما اومد، در خصوص مصاحبتون بود بیشتر انگار. باید برم دفاع کنم. من نمیدونم الان مصاحبه رو میگن یا حضور کنار زمین. بله. برای مالک باشه حضور کنار زمین و اعتراض هم ممکنه بدرفتاری تلقی بشه که قطعا میشه. مصاحبه هم که دیگه اون که دیگه اگه در مورد داوری حرف بزنیم، بله من حرف زدم چون بالاخره باید یه جا حق تیممو بگیرم دیگه، نباید بله. بگیرم. در خصوص در صورت از مردم، از رسانه ها، از همه اونایی که کنار زمین بودن، اگر متشنج شد جواب عذرخواهی میکنم، ولی در ید من کامل نبود. یعنی دیگه واقعا میگن یه کاسه که پر بشه یه قطره هم بنزین روش بله دیگه تعویض میکنه. متوجهم. واقعا فشار زیاد بود، عذرخواهی میکنم اصلا. خواهش میکنم. حالا این مسئله که حالا چندان مسئله مهمی نبود، دو تا موضوع هست که ذهن هوادارا رو شاید درگیر کرده باشه. یک اینکه ما در بازی بعدیمون سرمربی مشخصی داریم یا نداریم، یا باز به بعد موکول میشه. به بازی قبلی هم مشخص بود، بعد از اینکه آقای درخشان یک روز مرخصی گرفتن، بله ما به ایشون نامه هم زدیم، یک روز مرخصی گرفتن بیان تهران برای امور تیم، یعنی برای امور شخصی هم نه، برای امور تیم کاری داشتن که باید میمدن و به سرمنزل محسوب میرسوندن، اومدن تهران. بعد از اون دیگه به واسطه من ازشون پیغام شنیدم. یه روز اول به اثر آقای خبیری اجازه رسمی گرفتن اومدن، بعد از اون به واسطه از ایشون من دیگه واسطه نه، حتی با آقای خبیری هم ارتباط برقرار نکرده بودم. من صحبت داشتم که آقا دارم این کارو جمع میکنم، دارم اون کارو جمع میکنم، که من پیغام دادم که آقا 2 جلسه تمرین گذشت، ما 2 روز دیگه مسابقه که دیگه نیومدن. ما بلافاصله بعد از 48 ساعت آقای رحمان جهانشالو و آقای محمد مومنی رو اختیار بهشون دادیم، شرح وظایفشون دادیم و تمرینات تیم بر اساس بازی جدید، بازی که داریم پیش رو و بر اساس نفراتمون طراحی شد. تمرین کردم، بازیکن‌ها از تمرینات خیلی راضی بودن. من با تک تکشون صحبت کردم، آقای خبیری با تک تکشون صحبت کردن، از روند تمرینات راضی بودن، پلناشون رو چیدن، پلناشون رو توضیح دادن و همون روند تاکتیکی و فنیمون رو پیش بردن. روز بازی هم تقسیم وظایفشون کاملا مشخص بود. شما دیدید ما ولبشویی روی نیمکتمون نداشتیم، اینکه بخواد حدود اختیارات مشخص باشه نباشه نداشتیم، کاملا توجیه شده بودن. با توجه به اینکه من برم یه قدم جلوتر از سوال شما در مورد حتما. ببین آقای احمدی عزیز، ما نمیخوایم تصمیم عجولانه بگیریم و دوباره یه تصمیم بگیریم که بخوایم 4 هفته بعد یه تصمیم دیگه روش. میدونید یه جاهایی واقعا مثل پارسال، مثل خیلی تیمای دیگه، ببینید ما میخوایم تصمیم بگیریم، چه به لحاظ فنی، چه به لحاظ در واقع رزومه‌ای، چه به لحاظ و برنامه بگیریم. کار ما الان از ابتدای فصل هم سخت‌تر است شاید. قبول بکنید. به خاطر اینکه این تیم رو ما با هماهنگی آقای درخشان، تک تک نفرات با هماهنگی آقای درخشان جذب شدن. اگر ما بعد از بازی، یعنی قبل از بازی با پیکان هم دوباره جمع‌بندی کردیم، ایشون رو روی نیمکت نشوندیم و بهشون حکم دادیم، دلیلش این بود که این تیم رو ایشون جمع جور کرده و دیگه 10 روز مونده، 5 روز مونده، 7 روز مونده به مسابقات. هر مربی اینجا اجازه دارم یه پرانتزی باز کنم به شخصه، چون خودم در جریان هستم. ببینید آقای نعیمی پور، من حالا با شما که مستقیما صحبت نکردم در این مورد، با دوستان که الان پشت دوربین هستن صحبت کردم. اون زمان که این بازیکن‌ها داشتن جذب می‌شدن، من به شخصه عرض کردم، یه سری از هواداران نظرشون همین بود که انتقاداتی داشتن نسبت به جذب بازیکن‌ها. اون زمان حالا به واسطه شما میفرمودید که اینا تک تکشون با نظر آقای درخشان جذب شدن، چیزی که الان میفرمایید. و همون موقع ما عرض کرده بودیم که اگر روزی آقای درخشان نبود چی؟ یعنی شاید هوادارا این روز رو میدیدن. ببینید من بیاید بازترش بکنم.
بله. من اگر آقای درخشان نظری روی بازیکنی داشته که رزومه نداشته، ما آوردیمش سر تمرین کرده، ردش کردیم رفت. یا خود آقای درخشان هم ببین، ما نمیتونیم همه چیز رو سیاه نمایی کنیم. بله. حتی خود آقای درخشان 3-4 بازیکن اومدن اینجا با نظر ایشون قرارداد داخلی امضا کردن، 5 روز بعد با خود من یا آقای خبیری تماس گرفتن، گفتن آقا این اون چیزی که به من گفتن نیست، یا این شرایطش مثل شرایط قبل نیست. ببین من حداقل با 7-8 مربی لیگ یکی و لیگ برتری در ارتباط هستم، بنده و آقای خبیری. 7-8 مربی اگر لیگ توی یکی. تصویر قرار من یه خود فرمونم به سمت میکشه، دوربین رو ببخشید. میخوایم بچرخونید اونور. در خدمت شما که عرض شد با 7-8 مربی لیگ یکی و لیگ برتری در ارتباط هستیم دوستانه. یعنی دلیلی نداره الان شما فکر کنید که من چون مثلا سرمربی تیم آقای حمید درخشان، دلیلی نداره دوستیم با علی نظر محمدی زیر سوال بره، با آقای جلالی زیر سوال بره، با آقای خیلی های دیگه. با تک تک دوستان در ارتباط هستم. طبیعتا بنده به عنوان مالک باشگاه بزرگ داماش گیلان و آقای خبیری به عنوان حالا مدیر عامل یا به عنوان مشاور عالی، اینم شیطنتای دوستانتون است که ما مجبور شدیم عنوان ایشون عوض کنیم به عنوان مشاور عالی مالک، قطعاً با 10 مربی مدیر عامل، اما با تیمای روبرومون با خیلی هاشون دوستی داریم، خب باهاشون در ارتباط هستیم. همه در مورد اسکواد و بازیکنان تیم ما نظرشون نظر ویژه است. یعنی واقعا اسامی و بازیکنانی که جذب شدن بسیار ممتاز درجه که و همه تعجب میکنن که این تیم جزء 3 تا 4 تا تیم اول جدول. حالا یه بخشیش ما نمیخوایم میگم الان، اولا که هنوز همکاری ما آقای درخشان پایان نپذیرفته. من همین امروز با ایشون جلسه دارم، بعد از قبل از بازی با نفت و گاز گچساران من ایشون رو زیارت کردم. این در واقع آخرین بار بعد از بازی با پارس جنوبی جمع توی همون رشت تا امروز ایشون رو ندیدم تلفنی، ولی در ارتباط بودیم. ولی الان 6-7 روزی هستش که تلفنی هم در ارتباط بیان صحبتاشون رو بشنوم، مشکلاتشون رو بشنوم. ولی مصاحبه‌ای که ایشون داشتن با اون چیزی که واقعیت تیم ماست متفاوته و من از این موضوع دلخورم و امروز در مورد این جلسه، یعنی جلسه ویژه و مفصلی در این مورد داریم. ببینید بازیکنای ما بازیکنای طراز اولی هست، رو هر کدومشون اگه حرف هست بفرمایید من صحبت کنم. البته خیلی حرفه‌ای نیست که ما بخوام کار درست واقعا نیست چنین چیزی. بله. ببینید 50 از تیم فیکسی که میره تو زمین، تیم فیکسی که من میگم 11 تا منظورم نیست، اون 14-15 تایی که به تناوب دارن فیکس بازی میکنن. تو خط گل ما بالغ بر 700-800 تا بازی لیگ یکی و لیگ برتری داریم. سعید ابراهیم پور، یوسف بهزادی. تک تک تیمایی که بازی کردن تیمای بزرگی بودن. سعید ابراهیم پور سعید ابراهیم پور رو میفرمایید دروازه‌بانمون. سعید ابراهیم پور بله از خط دروازه هست که سعید ابراهیم پور 14-15 سالی که تو لیگ یک داره فیکس بازی میکنه. بله. کاپیتان یه تیم توی شهری بوده که اونها در حد و حدود تیم ما تعصب دارن، تماشاچی دارن، استادیوم رو هم ببین خطه شمال کلا خطه‌ای که جونشون رو برای فوتبال میدن. توی مازندران هم خیلی تیم هستن، ببین شهرداری نوشهر هم مثل ما هوادارش میاد. حالا ما میگم هوادار ما درجه یک قابل مقایسه با هیچ جا نیستن، ولی واقعا خطه شمال فوق العاده فوتبال خیزه و سعید سالها بازوبند اون تیمو بسته. علی یوسف بهزادی سابقه جام باشگاه آسیا داره با پدیده، با شهر خودرو. بله. با تیم‌های مختلفی بازی کرده، بازوبند کاپیتانی بسته. یعنی ما تو خط دروازه‌مون که هیچ، به غیر از اون باز اومدیم امیر حاجی آقا اومدیم، ما اون بازیکن سابقه پرسپولیس داره، سابقه سایپا داره، تمرینات ویژه داشته، بازیکنی بوده که در رده‌های سنی تو ملی، همینطور گلر جوونمون که از امیدامون و این برابر جذب کردیم. من چند روز پیش با سعید این صحبت کردم، گفت آقا ترافیکی که تو خط دروازه ما هستش توی لیگ نیست. میگه اصلا تمرینشون میخوام بدم فوق العاده تحت فشارم، چون هیچ کدومشون نمیتونم سبک‌تر تمرین بدم، هر کدومشون دایره شماره 1 دارن. ولی شما ببینید با چه رفاقتی دارن با هم کار میکنن. شما رفتار یوسف رو ببینید با چه رفاقت و عشقی با سعید کار میکنه و همینطور سعید با هم دیگه دارن کار میکنن. بریم تو خط دفاع. پرانتزه حالا یه خورده طولانی میشه در خصوص آقای درخشان داشتیم صحبت می‌کردیم که برگشتیم به بازی. سوالی که مثلا آقای احمدی میگیم ما نفرات با نظر آقای درخشان جذب شدن، ما اگر بازیکنی بدون رزومه بوده یا پدیده بوده یا حتی از نظر ما خوب نبوده یا از نظر آقای درخشان پیشنهاد شده بهش، بالاخره ایشون هم یه کادر فنی داره دیگه. ممکنه آقای ایکس تو کادر فنی بگه آقا تو دفاع چپمون اینو این خوبن، آقای ایگرگ بگه اینو این خوبن. اگر اومدن تو تمرین گزارشش به ما رسیده بلافاصله جدا شدن. من حتی حساسیت ویژه رو 23 و 21 مون داشتم.
شما ببین ما الان تو خط هافکمون ترافیک داریم، خط دفاعمون شما نها کنید، هادی رفسنجانی مثل شیر میره تو زمین فوتبال بازی میکنه، آرمان لطف خدا مثل شیر میره تو زمین فوتبال بازی میکنه، علی ابراهیمی یه رزومه بسیار عالی داره، بسیار عالی داره، گلگهر، پرسپولیس، کرمان و جای دیگه، خدا تو بازی لیگ برتری داره، بازی جا باشگاه داره، گل زده تو لیگ برتر داره. اینکه یه بازیکن بره تو لیگ برتر توی تیم مثلا دو تا بازی هم نکنه با بازیکنی که ده ها صد تا بازی لیگ برتری و لیگ یکی داره متفاوت. کنعان که خودش اصلا دیگه اصلا دلیلی نداره در مورد رزومش صحبت بکنم. که خسرو یه بازیکن فوق العاده قلدر درجه یک سابقه لیگ یکی فول از این و محمد امینی و رزرواشو بیاین تو خط هافک. آرمین انبساطی ما یه پسر درجه یک هافک با اخلاق بسیار، در واقع با دید فنی بسیار بالا، سابقه بازی لیگ برتری، ملوان، لیگ یکی، خود تیم خودمون و جای دیگه. رضا آذری با سابقه بازی تو استقلال، کاپیتانی استقلال. بیا بریم دوباره محمد شریفی پرسپولیس و تیم‌های دیگه سابقه بازی، سعید حسینپور همینطور. من اگه فرشاد هاشمی امسال اولین سالی داره لیگ یک بازی میکنه، بازیکن لیگ برتری بوده. یعنی ما بازیکنی نیومدیم بگیریم که بگیم آقا چرا اینو گرفتیم. اگر آقا بله باشگاه میگیم آقا ما بازیکنی با آقای درخشان تحمیل نکردیم، به 50-60% این بازیکن‌ها رو ما معرفی کردیم، گفتم آقای درخشان برای این پست ایشون پلن A و B و C دادن، از این A و B و C ایشون گفتیم آقا مثلا اینم داریم، گفته اگه این باشه که اصلا A و B و C من نمیخوام اینو بگیریم. میدونید من منظورم اینه که با نظرشون نه اینکه بگیم آقای درخشان یه لیست مثلا 40 نفره به من داده بنده هم چشم بسته اینا رو جذب کردم. همچین چیزی آقای احمدی در هیچ جای دنیا نداره. بله. چون مربی ممکنه 5 هفته 10 هفته رو نیمکت بشینه. قطعاً باشگاه با کمیته فنیش و مشاوران فنیش، حالا ما تو ایران صندلی‌ها رو خیلی مرتب و منظم نداریم چون تیم‌های بزرگمون هم هستن، ولی ما برای آینده باشگاه هم فکر می‌کنیم. شاید اصلا آقای درخشان میاد اینجا پیشنهاد لیگ برتری براش میاد فصل می‌کرد می‌خواست بره، تاکید ما چی بود؟ بله. برعکسش هم نگاه کنید دیگه، شاید الان 8 تا بازی مثلا ما 8 تا برد داشتیم با 24 امتیاز صدر جدول میشیم، چی میشد تاکید؟ بله. الان هم دو سه تا تیم آلترناتیو میشه دیگه. آقا فوتبال دیگه. بله. فکرم نکنید از اون اتفاق تا این اتفاقی که برای ما افتاده یا اتفاقی که برای تیم تهیه جدولی افتاده آقای احمدی فکر نکنید خیلی اختلافا. بله. 20% با اون بالایی اختلاف 20% با اون پایینی. بله. بله. یعنی فقط اتفاقاتی که چون 90 دقیقه افتاده و تصمیمات مهمی که تو بزنگاه گرفته بشه. حالا در خصوص خود ما آقای درخشان داشتیم می‌فرمودید که رسیدیم به اینجا. در خصوص خود آقای درخشان عرض می‌کنم چون این پرانتز رو باز بله. کردید در مورد بازیکن‌ها ما بگم تو خط حمله چون دلخوری نباشه من بله. بگم بله. تو بله. خط حمله من مرداد با ایرامی، فردین نجفی، رضا زاهد تبا، آقای سامان. اینا سامان پارسال 6 تا گل زده، 4-5 تا پنالتی گرفته. رضا زاهد تبا خودمون پارسال 6-7 تا گل زده، 6-7 تا پنالتی گرفته. یعنی اینا رو 12-13 تا گل تاثیرگذار بودن. فردینم که رزومش معلومه، مردادم که رزومش رضا معلومه. زاهد تبار حتی فشار پارسال جزء 3 تا گلزن برترمون بود. سجاد قلیبگی خودش اومد بعد از 3 تا بازی اومد یه موقعیت گل یه پاس. یعنی ما بازیکنای فوق العاده با کیفیت ما تیم پارسالمون تقریبا خیلی از بهترینا رو جذب کردیم، ولی یکی دو تاشون هم نظرشون نبود که ما نظر داشتیم که جذب کنیم. ولی خب طبیعتا برای اینکه اون روحیه رو عوض بکنیم ما سعی کردیم تیم جدید بگیم که خب اینم آقای احمدی بدونید ما این رو از قبل هم لمس می‌کردیم. البته تو تیم‌های لیگ یکی میگم باز این اتفاق 20% اگر یه ذره بخت یارمون بود، یه ذره هوشمندتر عمل می‌کردیم، هوشمندانه‌تر عمل می‌کردیم، باهوش‌تر عمل می‌کردیم، شاید که الان جز 3-4 تا تیم صدر جدول بودیم. ولی خب باز من میگم الان هم اتفاق نیفتاده، ما با صدر جدول 6-7 امتیاز اختلاف داریم، همون جوری که با پایین جدول هم 5-6 امتیاز اختلاف داریم. یعنی سر یه دوراهی از تیم داماش که اگر خوب عمل کنه بازیکن‌های ما قدر خودشون رو بدونن. یعنی به نظر من قبل از هر بازی بارها بهشون گفتم کاغذی که ارنج تیم‌های حریف میاد نگاه کنید، کاغذ خودتون رو نگاه کنید، ببینید کیایی دارید تو زمین می‌رید و به اون لوگوهای بالا هم توجه کنید، با احترامی که برای عین 17 تا تیم دیگه 16-17 تا تیم دیگه لیگ کاملا به اون لوگوی تیم نگاه کنید و درک بکنید که برای چه لوگویی دارید تلاش می‌کنید و خودتون کی هستید. به نظرم اون خودباوریه تو تیم انجام نشد. به نظرم و بخشی هم همین مسائلی که مطمئنم یکی از سوالات شما توی سوالات بعدیتون خواهد بود، اینا آسیب میزنه دیگه. و حال
نمیتونیم همه چیزم گردن کادر فنی بندازیم یا گردن بازیکن بندازیم یا بس گردن آقای مدیر. این سه درخشان رو اگر عامل. ببندیم فکر کنم بتونیم به بحث بعدیمون برسیم. بفرمایید آقای درخشان، ما امروز در خدمتتون هستیم، توضیحاتشون رو میشنویم، هیئت مدیره در موردشون تصمیم. پس تا این لحظه در واقع معلوم نیستش که بازی بعدی یا حتی بازی بعدترم توی جام حذفی به عنوان حالا سرمربی کی باشه هنوز معلوم نیست. در امروز همون مشخص صحبتی میشه. که شما الان فرمودید دیگه. تامینات آره تیم زیر، ببینید ما کار خودمون رو کردیم، الان تامینات تیم زیر نظر آقای رحمان جهانشالی و آقای محمد مومنی و همکارانشون. من دیگه اسم تک تک بله نگم، بله. همه میشناسیم. بعد از مربی گلرمون و کمک‌های دیگه داره تامینات منظم انجام میشه. امروز صبح تمرین داشتن، از تمرین دارن و ان شاءالله روز دوشنبه هم اعزام میشن. بله. آقای شما درخشان هم امروز تو دفتر ما هستن، که تو دفتر باشگاه هستن، که ان شاءالله بسیار در عالی. موردشون تصمیم. توی یه برنامه تلویزیونی شما شرکت کردین تو بحث حالا شکایتی که از قبل هم وجود داشته و الان هم ادامه دار شده. یه حرف خیلی خوبی شما اونجا زدید و اون این بود که برنامه شما ورزشیه، واقعا نیاز نیست که اونجا بحث حقوقی بکنیم. اینجا ما تقریبا میخوایم همون کارو بکنیم، ولی حالا به هر حال چیزی که هوادارامون تحت تاثیرش قرار گرفتن. ببینید چیزی که الان مشخصه در خصوص حالا جنگ و جدلی دعوایی که از پارسال وجود داشته اینه که همه طرف اذعان دارن که شما مالک باشگاه هستید و این اصلا دیگه مشخص و واضحه. اما در خصوص حالا اون قراردادی که صورت گرفته انگار حالا بدهی صاف نشده، حالا حرف و حدیثایی هست و این روی ذهن هوادارا، روی ذهن حالا اسپانسرهای احتمالی، روی رسانه، رو هر جایی میتونه این تاثیرگذار باشه. یکی اینکه لطفا بفرمایید که اصلا اون بحث مزایده‌ای که مطرح شده چیه از دید خودتون. البته ما یه مطلب هم کار کردیم، این یه بره قضیه است که حالا اصلا بحث مزایده چی و چقدرش درسته چقدرش غلطه، اصلا این یه بره قضیه است. یه بره قضیه دیگه اینه که خب اصلا به فرض که غلطه، به فرض که اصلا اهمیت روی روال تیم نداره، ولی تا کی این خبرها واقعا باید بیان؟ یعنی این خبرها کی قراره که دیگه جلوشون گرفته بشه، دیگه قراره حل بشن، اصلا دیگه نشنویم چنین چیزایی رو؟ ممنون میشه اگه توضیح بفرمایید. آقای احمدی عزیز، اول ازتون ممنونم که بخشی از سوال شما پاسخ خیلی از هوادارامون و مخاطبین. ابتدا اینکه برنامه وارش با برنامه فوتبالی کاملا متفاوته. برنامه وارش یک برنامه مال خود ما، مال استان ما و مال تیم ما. میتونه که بیاد با من صحبت بکنه، مثل پیج باشگاه، مثل میتونه بیاد با من صحبت بکنه که نگرانی‌های استان شه. ولی من سوالم اینه، برنامه لیگ یک که برنامه رو آنتن تلویزیون و مال 17 تا تیمه، چجوری میادش میره مالک قبلی باشگاه رو میاره؟ اینا مشخصه. بیاید یه فلش بک بزنید به برنامه قبلیش که من اومدم. یه آقای اونجا گفتش آقای فلانی بسیار آدم محترمی، من دیدمش. اینجا هم گفتن آقا الان مربیشون نیست، اینجوریه منجم. الان اینم یه فشار دیگه بذاریم روشون. خیلی خوبه. صحبتایی که میفرمایید منم باز مجبور میشم پرانتزی باز کنم. خب شما چرا شرکت میکنید؟ ببینید اولا که مثلا نمیدونستم این داستان دارن. گو آقا در مورد برنامه قبلیه رو عرض میکنم مخصوصا. ببین برنامه قبلیش از ساعت 1 ساعت قبل از برنامه من تماس گرفتن. من گفتم که آقا من صحبتی ندارم. 10 دقیقه یه بار هست، من اسکرین شات هم گرفتم. 10 دقیقه یه بار تهیه کنندشون تماس گرفت که آقا حقوق تیمتون ضایع میشه. ایشون داره یه طرفه میگه، بعد از ما شکایت میشه، هواداراتون دارن یکی یکی میان رو خط میگن چرا جواب اینو نمیده کسی، چرا هیچ کس نیست پاسخ اینو بده. خب من مجبورم برم رو خط ذهن مردمو یه مقدار روشن بکنم. ببین آقای احمدی، این شکلی نیست یکی بیاد توی خانواده ما یه برنامه فکر کنم شبکه نمایش بود، یا اون موقع شبکه نمایش خانگی نیومده بود. نمیخوام خیلی وقت تو بگیرم یا وقت بچه‌ها دوستان و بینندگان رو بگیرم ولی مخاطبین اون باید بدونن یه برنامه‌ای بودش. فکر کنم به صورت اون موقع هنوز میگم شبکه نمایش خانگی ها نیومده بود، به صورت سی دی میومد بیرون. مال آقای مدیری بود، نمیدونم دراکولا بود هیولا بود چی بود. یادتونه پسر باباش باج میگرفت در مورد اون کلوچو نخودشو اینا، همین نیماشاوس. داماش که اون شکلی نیستش که شما بخوای بیا این کار بکنی، بیا تو جلسه ها شرکت کنی. اگر 4 تا چیز که اصلا همه جا هست، مثلا اون چرا پسرش اومد موز خورد، اون چرا پیرن به اون داد، چرا یکی فرستادن ایف مارک. من میخواستم جلوی فسادها رو بگیرم، 8 میلیون دادن ایف مارک. مگه ایف مارک ما رو دولت پرداخت میکنه؟ اصلا در همه تیم‌ها روال ما 40 50 تا بازیکن فرستادیم ایف مارک که از اونها قراره 20 تاشون 22 3 تاشون جذب شن. نمیتونم من بذارم روز آخر بگن ایفاگ نداره ثبتش نمی‌کنی. بعد کادر فنی میگه آقا اینا برن لطفا ایفاگ، ما رو اینا 50 50 ایم.
کمیته فنی رو بعضیاشون 50 اصلا داره با کادر میجنگه که آقا این اینجا به دردمون نمیخوره، اینجا به دردمون. این در همه تیم. اگه قرار باشه انقدر بریم ریز رو همه تیم‌ها بریم آقا بررسی کنیم که اصلا نمیتونی کار بکنی. یا فلانی اون روز فلان حرفو زد، آقای فلان ایشون از روزی که اومد شروع کرد اولین شیطنتش این بود که آقای خبیری دو شغل است، دومین شیطنتش این بود که اینجوری بعد رفت سراغ این که تیمو بفروشیم یه وسطش یه واسطه‌گری بگیریم و خب وقتی داره اونجوری تند میره اونجا چه پولایی رد و بدل. آقا یه سوال میکنم، شما من بگم بازیکن پولی تیم من کیه؟ دیگه آقا از شماها که بیشتر تیم نمیشناسن. بله. حالا ادعایی که شده دیگه، حالا من که نباید اظهار نظر کنم. به خدمت که در مورد آقای بیننده درخشان عذرخواهی میکنم که تصویر قطع شد، دوباره برگشتیم. میفرمودید. ما در مورد این صحبت میکنم که چرا من تو این برنامه شرکت. بله. خب ببینید وقتی طرف میاد یک سیاه‌نمایی میکنه، بعدم میاد میگه که آقا من به دلیل اینا رفتم که نه آقا، شما اینجا 1 ماه کامل منتظر حکمت بودی و قراردادت. من هم معمولا آقا آزمون و خطا نکرده از این کارا نمیکنم، نه به خاطر اینکه من خیلی مدیر تمام‌بندیام، چون داماش جای این چیزا نیست. بپرسید پارسال هم شما دیدید من با چه حساسیتی روی حکم مدیر عاملی فکر کردم. امسال هم فکر میکنم که یکی از بهترین گزینه‌هایی که میشد رو و پروپیمونترین رزومه ها رو تو سطح فوتبالمون به عنوان مدیر عامل تیم معرفی کردم. پارسال هم که این که معرفی کردم، ولی خب شرایط تیم جوری بود که به هر حال یه چیزی به شما بگم، ما برای بهره گیری از پتانسیل بومیمون آقای احمدی، من الان خدمت هواداران بگم، خدمت شما میگم، بسیار 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 در مضیقه، نه به خاطر اینکه استان گیلان پتانسیل نداره، اتفاقا استان گیلان پتانسیل بسیار بالایی داره، ولی من یه گیلکم مثل خود شما، خودتون میدونید دیگه، اصلا نمیتونم اونو بکنم. اتفاقا من میخواستم پرانتز بزنم، خوب شد گفتید. من نمیدونم چطوری به شما میگن که آره میگن که شما بومی نیست، بعد نمیدونم سیاه سلخی بس چیه، سیاه سلخ کجاست پس فندتونه دیگه. حالا ببینم آواز بگم من از زمان جنگ ایران و عراق به این ور کم اومدم رشت. من زبون گیلکی کامل متوجه میشم، بلدم هستم حرف بزنم، ولی چون اشتباه زیاد دارم به میخندن حرف نمیزنم. چون من یه رگ سمت مادر بزرگم لایجانی هن، فامیلای مادر بزرگم لایجانی هن، فامیلای پدر بزرگم همه رشتی هن. بعد اینا یه زبونی صحبت میکنن، یعنی با هم که حرف میزنن یه ذره سخت میشه. منم خیلی دست و پا شکسته بلدم. خب حرف بزنم شرق و غرب واقعا متفاوته واقعا. متفاوته. شرق و غرب آره توی لهجه متفاوته. اونا گویش هم بیشتر، اینا یعنی اونا لهجن، اینا گویش هم. وقتی صحبت بکنم خودت متوجه میشی چه چیزی میشه، اصلا به میخندیم به اندازه کافی هم که آشیه برام درست میکنن. من به دلیل اینکه نمیتونم خوب صحبت کنم، حتی اون موقع میگم اون موقع که تو جنگ کامل اونجا حضور داشتم و سکونت داشتم، بچه‌ام بودم بهتر حرف زدم. بعد از اون دیگه خیلی کم، مثلا سالی 2-3 بار اومدم و رفتم و خب بالاخره آدم سنش هم که میره بالا ارتباطش با فامیلا کمتر میشه، مخصوصا ماها که پرمشغله هستیم. بخشش یادم رفته، مثلا من خیلی وقتا با علی با شهرام صحبت میکنم، با علی نظرمندی صحبت میکنم، باهاشون رشتی حرف میزنم، بعدم میگم آقا چند تاش اشتباه گفتم، اونا قش میخندن. یا با سیامک میرزازاد با افشین ناظمی یا یه جایی با مهدی آقازاده صحبت میکردم، ولی خب به هر حال اشتباه زیاد دارم توش. خب پس طبیعتا بگم مصاحبه رو میگفتم آقا لایو گیلکی بری که همه بدونم به خدمت کردم و به این افتخار میکنم. من اصلا برام یعنی شما ببینید خیلی‌ها تو فامیل ما رفتن پسوند فامیلیشون رو برداشتن، من اینجا تو خانواده خودم گفتم کسی برسی استخری برداره. اسم فرزندتون دیگه معلومه دیگه، دامون یعنی جنگل به زبان گیلکی دیگه حتی شاه دامون میشه معوای شیر به زبان گیلکی. بعد اصلا استعاره هستش که میرزا کوچک خان تو اون روستای در واقع سیاه سلخ تو دامون سیاه سلخ بوده. یعنی من بعد دامون سال 90 به دنیا اومده، من از سال 80 میگفتم من قطعا بچه اولم پسره و اسمشو میذارم دامون. یه چیزی به شما بگم، پدر من میخواست اسم منو بذاره دامون، اینم بگم که حالا یه خاطره است، میخواست اسم منو بذاره دامون ولی تو اون مقطع نمیذاشتن. خود من از بچگی میگفتم اسم من قرار بوده دامون شه، حالا اسم پسرمو میذارم و اسم کاملا گیلکی و مشخصه. اینم که سال 90 به دنیا اومده، من قرار نبوده واسه 1402 بیام داماشو بخرم، از قبل برنامه‌ریزی کرده باشم. شما که سیاه سلخیرم که هزاران سال صدها ساله که پسوند فامیلی ما هست. من گیلکم، به این گیلک بودم افتخار میکنم. سمت مادریم کاملا تهرانیه، سمت پدریم کاملا گیلکم. منم چون پدرم اومده خارج از فک و فامیل زنگ گرفته، خیلی هم
دوست ندارن، چون ما دوست داریم با هم وصلت بکنیم و خودمون قوم قبیله باشیم. به خدمت شما که هست. شاید خب اینجوری نیستش که یکی بیادش اینجا این حرفا رو بزنه. برگردیم به صحبت خودمون. بعد من هم بخوام، من خیلی اصلا نمیخواستم مسابقه کنم با برنامه، چون تو اون برنامه، حالا با همه احترامی که برای تهیه کننده و مجریش قائلم، وقتی مجری برنامه تو حرف میزنه و نمیذاره صحبت بکنی، میدونی این یه الگو برداری که حالا اگر بقیه بزرگترای اینا این کارو میکنن، صحبت هم فکر، یعنی زمان هم میذارن که طرف صحبت بکنه. من در کنه صحبتام، شما پیروزم برید، من دارم تو کنه مطلبم میگم آقا آقای درخشان یک روز مرخصی، آقا نذار بپذیرم روز بازی مرخصی گرفته. بله ویدیوشون هست. من گفتم بعد از بازی با نفت و گاز گرفتاران یک روز مرخصی از مدیر عامل گرفتن. بعد از اون دیگه نذارید من اینو بپذیرم. چرا نمیپذیرید؟ ما الان بازیکنای من بعد از بازی که رفتیم توی هتل قرار بود فردا وزنه بزنن. من اینقدر باهاتون شفافم، یعنی اصلا ببین خیلی هم این از علیه سلام بودن من نیست، چون شما خانواده این تیم، در بطن این تیم، دو این تیم دارید زندگی میکنید، چیزی نمیشه ازتون پنهان کرد. نمیشه ازتون، شما از من به تیم نزدیکترید خیلی جا، یه سری جاها من از خودتون میپرسم بچه عضو تیم از نظر، ببین من تو کوران کارم، شماها یه قدم میرید عقب‌تر. حتی آقای احمد یادتون باشه من تو جذب بازیکن‌ها، یادتون باشه از شما از چند تا دیگه بچه‌ها پرسیدم، گفتم من می‌خوام ببینم افکار عمومی چطوره نسبت به این قضیه، چون ماها کنار هم میتونیم یک موفقیت رو شکل بدیم. اسم اون موفقیت هم امسال موندن تو لیگ نیست. مربی که بره سراغ این حرفا به درد من نمیخوره. برگردم به اون حرف، بعد اینو تکمیل میکنم. ایشون اومده داره یه جوری سیاه‌نمایی میکنه، نه آقا شما 2-3 هفته با ما کار کردی، یه هفته تورش، بعد اومدی تهران تقاضای حقوق 250 میلیون ماهی کردی برای یک سال. من چجوری با 3 میلیارد به قائم مقام مدیران بدم؟ چرا باید بدم یاد؟ بعد اومدی گفتی آقای ایکس 2 میلیارد قراردادشه، آقای ایکس تو زمین اومد که اصلا داره 90 دقیقه 2 میلیارد قراردادشه. مجبورم کماکان پرانتز باز کنم که اتفاقات گذشته تکرار نشه. اگر ایشون این ادعا رو رد میکنن که میتونن تشریف بیارن، ما در خدمتشون هستیم. حالا آقا ببین من چیزی که دارم میگم در حدود 8-9 نفر اینجا بوده، چیز خلافی هم نیست، باج نخواستم، اما گفته من حقوق 250 میلیونی میخوام، ماهی 250 میلیون میخوام، یه ماشینم در اختیارم باشه، یه خونم در اختیارم باشه، این شد 5 میلیارد تومان. من چرا باید این کار بکنم؟ به هر حال ما این حق رو برای ایشون قائل هستیم، اگر اینجور نبوده بیان بفرمایید. اصلا آقای خبیری هستن، آقای جهانگیر عسکری هستن، آقایون دیگه هستن، اعضای هیئت مدیره کلشون، آقای بهنام قربانی، آقای حسن ریواز و همه تک تک، آقای مجتبی دهنادی، همه تک تک اعضای هیئت مدیره هستن. ایشون تقاضاش این بود، ما هم در کمال احترام گفتیم ما همچین بودجه‌ای برای این نمیدیم، یه رقمی بهشون اعلام کردیم، ایشون نپذیرفتن، خداحافظ. دیگه بعدش که بیایم بریم سیاه‌نمایی کنیم قشنگ نیستش و حاشیه درست کردن. شما میدونید ما اونجا توی رشت یه سری آدم داریم که دنبال این اتفاقا میگردن و از این ارتباطات استفاده میکنن، پیروز میان رو آنتن تلویزیون. به نکته خوبی اشاره کردی آقای احمدی، مگر اون برنامه حقوقیه؟ اگر این در اختلاف در خصوص مالکیت بود میگفتیم آقا در بررسی مالکیت باشگاه دامشقی، آقای اومده رفته یک قراردادی با من داره، از پارسال تا حالا چقدر از این اخبار در اومده آقای احمدی؟ ما رندوم ما یکی دوتا داریم. اصلا بذارید بدترین حالت ممکن رو ببینیم. فرض محال که محال نیست، فرض میکنیم که اصلا شما هیچ هزینه پرداخت نکردید و مثلا یک بدهی خیلی کلانی دارید. خب با چنین فرضی باز ربط به مالکیت شما نداره، چون خودشون هم برای اذعان کردن که شما مالک باشگاه هستید. دادگاه دیگه، در صورتی که من به اندازه بدهیم بالاتر از بدهیم اونجا وثیقه دارم که خودشون هم تو برنامه اعلام کردن وکالت خورده برام تا آذر ماه که وقت رسیدگیشه. ببین ما یه باگ اینجا داریم، یه بحث دادگاه داریم که خب تو دادگاه نمیشه این کارا رو کرد. دادگاه خیلی مرتب و منظم به روند دادرسیش در واقع پیش. البته که من میگم این در این مصاحبه و در حوصله این بحث نیست. اگر ما دادگاه ویژه ورزش داشتیم، نه کمیته تعیین وضعیت، نه استیناف و اینا، اونها مال تخلفات. اگر دادگاه ویژه ورزشی داشتیم که واقعا فوتبالی که تاثیرگذارترین بیزنس های دنیاست، چون در ایران بیزنس نیست و هزینه است، اون دادگاه هم طبیعتا توجیه پیدا نمیکنه و الا ماشاءالله و بریم دیگه تا تاش. ولی وقتی تخصصی قضات
میان بررسی میکنن، طبق روال پرونده‌های دیگه میرن جلو. مثلا وقت برج 5 پارسال گذاشتن برای آذر ماه بررسی در خصوص این که آقا شما میگی تا کی قراره این ادامه پیدا کنه، من بیام دیگه این آخرشو ببندم. بله اگر روند درست پیش میرفت آقای احمدی تا الان هزاران بار حل شده. من حرف بیرایی نمیزنم، من میگم آقا بنده 22.5 میلیارد خالص یه باشگاه رو خریدم. توی قراردادم هم نوشته مشخصا و قبلا هم این قرارداد رو ارسال کردیم، پیجا دیدن، حرفای دیگه هایلایت قدیمی ان کردیم. دیگه واقعا. باشگاه بدون بده، ولی خب 2-3 ماه که میگذره دوباره از این فاصله استفاده میکنن دیگه. باشگاه بدون بدهی، بدون تعهد. بدهی یه چیز، تعهد یه چیز. حرف و حدیث زیاده. اون پارسال من از اون طرف هم میگن که نه مثلا از نظر ما بدهی نداره، از نظر ما سندش اینطوریه. میگم حرفا تکراریه واقعا. ولی آفرین، پارسال مگه ایشون تو تمام رسانه ها منو دروغگو خطاب نکرد گفت بدهی نداریم؟ من 1 ریال بدهی ندارم. به ازای دارستاده چی بود؟ بله. من پنجره بستم 5 هفته علی نظر محمدی بدون بازیکن‌های جدیدش من بازی نکرد تو نیم فصل دوم. بله دیگه، نیم فصل دوم حتی پنجره‌ام باز نشده بود چند هفته. بله. این آسیب نیست؟ بله. این آسیب نیست؟ ما حتی دنبال این که آسیب به یعنی کسر از ثمن معامله با من چیزی که گرفتم باید درست گرفته باشم. تمام آسیباشو من بده. خب امسال مگه پنجره ما بسته نبود تا دقیقه 90؟ یک روز قبل مسابقات ما باز کردیم. 2 میلیارد مال کیه؟ مال من که نبوده که دست دو مگه ما بودم. عرض من چیز دیگه است. میگم به هر حال ادعایی هست که از اون طرف وجود داره. حالا شما هم صحبتایی میکنید، بالاخره کی و کجا حل بشه؟ چون به هر حال این مسائل آسیب میزنه. یعنی هر کسی به عنوان اسپانسر بخواد به تیم نزدیک بشه، خب تحت تاثیر قرار میگیره دیگه. اگر میخواست شفاف باشه ایشون سر تاریخش تیم رو تحویل من میداد، از همون پول اول میرفت بدهیاش رو میداد. بخشی بدهی بزرگتر آقای نصیریه که روزانه 3 میلیون تومان از موقعی که بهشون فروخته داره همینجوری کنترل میندازه. اینو کی میخواد پاسخ بده؟ من الان این پول رو دادم، آقای نصیری اومد توقیف گرفت، تصویر توقف گرفت و ایشون این پول رو نداد. اینا کی قراره یک کاسه بشه؟ خب دقیقاً سوال مخاطبم همینه، کی قراره این اتفاق بیفته؟ من که بارها تقاضا کردم که آقا اینو یک کاسه بکن. وقتی یک نفر به عنوان داور قراردادی میاد بیش از 5-6 رأی طالب ایشون بده، ایشون میره پیش این آقا بدون اینکه رسیدگی بذاره، 20 روز بعد، یه ماه بعد یه ابلاغ برای ما میاد، 2 روز بعدش هم رأیش میاد. اون روند رأی داوری رو باطل کردن در دادگاه همین مشکل است. ما میریم دادگاه میگیم آقا اینو باطل کن، مثل پارسال نیم فصل که باطل کرد و قطعی شد. میریم میگیم اینو باطل کن، خب میگذره و باطل تا بخواد بکنه داد ما 5-6 ماه وقت میبره. ایشون با این کاغذ شروع میکنه کاراشو کرد، بعد میاد دادگاه همه رو باطل میکنه. این حاشیه‌اش فقط برای کیه؟ ضررش به تیم و به من میرسه. منی که دارم تو این تیم خرج کنم، بازیکن که داره جمهوری، هواداری که داره هرسشو میخوره و این آقا داره راستم راه میره و این کارو میکنه. صدای شما رو من دارم، تصویرتون یه لحظه فریز شد، الان درست شد. خب این مواردی که میفرمایید و که خب حالا شاید هوادارا و ما هم بدونیم، مثلا باز من به پاسخ مشخصی هستم، شاید شما هم پاسخ مشخصی نداشته باشید. البته بالاخره کی باید حل بشه این مسائل؟ ببینید یه بحثی ما در مورد مزایده الان داریم که ما این باشگاه که خب مالکیتش فانه، ایشون اومده یک بار از طریق رأی داوری اون ملک رو گرفته که البته آذر ماه باید رسیدگیشه که ببینیم مثلا چقدر بدهکاره، چقدر طلبکاره، آیا اصلا این رأی قبول هست یا ابطال میشه یا باید بریم از سر خونه اول شروع بکنیم. یه بحث دیگه این هستش که همون 2 فقره چک رو برده از لاهیجان برگشت زده، رفته از طریق دادگاه چکای سیادی این شکلیه که میری دادگاه اصلا یه کاری به چیزی نداره، میگه آقا مال داره توقیف کن، رفته به عنوان مال باشگاه رو معرفی کرده. متوجه عرض من میشین؟ دیروز میاد تو برنامه با آقای زحمتکش که من به شخص خودم صحبت میکردم، ایشون میگفتن که شما باشگاه رو معرفی کردید به عنوان مال. نه آقا من باید باشگاه رو معرفی کنم. کاملا مشخصه نامه‌هاش هست. من برم باشگاه به عنوان مال معرفی کنم، بیل خورده تو سرم. ایشون رفته گفته آقا ایشون ببین مال رو طلبکار معرفی میکنه، میره میگه پرینتشو بگیرید، حساباشو بگیرید، خودرو چی داره، خط موبایل چی داره، ملک چی داره، این چی داره و بعد سلام عرض میکنم، ببخشید عذرخواهی میکنم. آقای درخشان هم رسیدن، من سلام خدمتشون عرض زود بس ببندیم کم کم مباحثو که آره. بعد به خدمت شما که شاید میاد میگه آقا چی، میگه آقا معرفی که اتفاقا دادگاه از اداره کل ورزش جوانان و هیئت فوتبال استعلام کرد که آقا شخصی به نام نصیر نعیمی‌پور مالک باشگاه داماش گیلانه. گفتن بله مالک باشگاه داماش گیلانه. گفتن آقا نقل و انتقال نکنه به کسی
مدعی با 2 تا چک به عنوان آقای زحمتکش ناصر زحمتکش اومده این مال رو به عنوان دارایی ایشون معرفی کرد. من رفتم خودم مال معرفی کردم. چیزی که دیگه خب ببینید ایشون از ناآگاهی اصلا قرارم نیست. مگه من در مورد پزشکی همه چی میدونم؟ ما انقدر میدونیم که مثلا یه خود سرماخوردگی داریم یه آنتی هیستامین بخوریم یه ادوزکود بخوریم خوب میشه. میریم دکتر میگه آقا اصلا این چیه خوردی؟ ولی در مورد حقوقی هم من هم شما هم بقیه اطلاعات بعضیا متوسطه، بعضی بیشتره، بعضی اصلا ندارن و فقط اون سربرگ قوه قضاییه رو که میبینن. من الان به شما آقای احمدی یه اظهارنامه بدم بخوام به مطلع کنم که آقا در خصوص این مصاحبه لطفاً دقیقه 3 تا 7 شو پخش کن، بالاش میاد قوه قضاییه از سامانه بدم. این اسم مستقیم میگن آقا حکم دادگاه بالای صد قوه قضاییه. ببینید اون چه که من میدونم ما رأی اولی که همین پرونده مزایده‌ای که میگن از دادگاه لایجان چند ماه قبل ابطال شد. ولی با توجه به تغییر تحولات تا امروز ایشون رفته تجدید نظر خواهی کرده بابت ابطال تا الان تا امروز شعبه تعیین شعبه شد. این شعبه هفته دادگاه معرفی شد به عنوان اینکه به این قضیه رسیدگی کنه. من اون چیزی که با وکیلم صحبت کردم گفتم آقا مزایده نمیشه قطعا قبل از اون ابطال میشه. ضمن اینکه کارشناسی اینجا هم دفعه اول با اظهاراتی که ایشون و آقای اشکان ساداتی کرده بودن اگه یادتون باشه از طرف هیئت فوتبال و آقای ناظمی هم حرف زده بودن که اینا گفتن 27 میلیارده که هر دوتا هم هیئت فوتبال هم آقای ناظمی. من برمیگردم بغل چون یادتون باشه این عقبه کدوم پرونده است. بله. یعنی شیطان کجاها شروع میشه همینجوری گفتن آقا دوباره رفتش کارشناسی 3 نفره، کارشناسی 3 نفره زده 34 میلیارد. ما همون موقع در تایم 4 روزش اعتراض کردیم که آقا چه جوری الان باشگاهی بدون یه دونه تماشاچی خرید و فروش شده 46 میلیارد. چه جوری باشگاه داماش گیلا اصلا باشگاه تمام داراییشون باشگاه که ورزشگاه ندارن، باشگاه که یه لوگوشونه و اون ارزش اسمیشونه دیگه، ارزش برندشونه و یه مجوزشون تو حضور در مسابقات. باشگاه داماش گیلان گرونترین باشگاه لیگ 1 باید باشه چون بیشترین هوادار رو داره. چه جوری 34 میلیارد 34 5 میلیارد محاسبه کردن. تقاضا کارشناسی 5 نفره کردیم ولی خب این کارشناسی 5 نفره ظاهرا رو پرونده نبوده. پیروز رفتن روی سامانه بوده، فیزیکیش رو پرونده نبوده. ایشون هم از این باگ استفاده کرده تو اجرای احکام رفته یه دونه برگ مزایده گرفته. وکلای ما رفتن اقدام کردن، مدارک رو دادن خدمت قاضی و مسئول اجرای احکام که مزایده رو ابطال کنه. برای پایان بندی من فقط یک سوال خیلی واضح و شفافی ازتون بپرسم اگر اجازه بدید. ببینید یک شایبه‌ای توی ذهن بعضی از هوادارا وجود داره در همین خصوص که زمانهایی که بحث دادگاه و بدهی و مزایده و اینا پیش میاد آقای نعیمی پور دست به عصا هزینه میکنه که یه وقت شاید امتیاز رو از دست بده، هزینه اضافه‌ای نکرده باشه. چنین چیزی صحت داره؟ کی تا حالا اینجوری بوده؟ تا حدی بوده دیگه. مثلا پارسال که مثلا بحث خود امتیاز تیم مطرح بوده اون زمانی اومده بود مصاحبه کرده بودید که اصلا من امتیاز اصلا نمیخوام، مثلا به من چه ربطی داره. یه چنین صحبتایی بود. ببینید آقای احمدی پارسال موقع در مورد البته امتیاز تیم بود اون زمان، در مورد بدهی نبود. ببینید در مورد امتیاز تیم پارسال وقتی این بحث مطرح بود به ما گفتن که آقا تیم قراره به فلانی منتقل بشه. ما هم من هم وکیلم به همه گفتیم که آقا این چنین نیست، همچین چیزی نیست و رأی دادگاه قطعا به نفع ما بود. ولی خب هم اون برای تو ما بود هم این برای تو. به من گفتن چرا اردوی تیم تشکیل نمیدی؟ گفتم آقا مربی من نمیمونه. انقدر تو ذهنش رفتن یادتون باشه تو اون مقطع آقای کلانتری. ببین بحث علی نظر محمدی توی رشت متفاوت. علی نظر محمدی تلفن رو برمی‌داره به اون قاضی به این به این زنگ می‌زنه میپرسه. خیلی شاید فرای عملکردش به عنوان سرمربی عمل میکنه. بله خب میدونه زنگ میزنه به من پارسال اومدش اینجا گفت حاجی رای بیاد نیاد تیم مال شماست، ما میدونیم همه، بیا کارو شروع کن. ولی بحث مربی که غیر بومی میاد از خارج از رشت میاد متفاوته. ببین آقای درخشان الان امسال هر روز یه خبر شنیده، آقای کلانتری تو همون 2 هفته‌ای که بود کلی خبر شنیده. میدونید اینا یه مقدار متفاوت هستش. من به خاطر همین عرض میکنم، یعنی شما از همین تریبون به طور قاطع اعلام میکنید که این خبرها تأثیری در هزینه کرده شما بر روی تیم نداره؟ ببینید من اول فصل الان این چیزی که ایشون داره الان میگه که آقا ما مزایده داریم، اول فصل هم بود ما رسانه‌ای نمی‌کنیم. میدونید ایشون در بدنگاه ها رسانه‌ای میکنه.
ما رسانه‌ای نمی‌کنیم. اون زمان اومد کاغذ آوردن که آقا همون سر کارشناسی یه نفره به 3 نفر که میخوام مزایده کنم، مگه شکایت نبود؟ من اول فصل هزینه نکردم، مگه تیم اردو نرفته؟ مگه هر جا که پول باشه ما خرجش می‌کنیم، برای این تیم با عشق این کارو می‌کنیم. الان هم شبانه روزی در تلاش هستیم برای اسپانسر تیم، برای منابع مالی خودمون، هم از خودمون، هم برای جذب اسپانسر، هم جاهای دیگه که بتونیم تیممون رو پیش ببریم. نه این شکلی نیستش. ببینید آقای، حالا سوال میکنم، الان فرض کنید فردای روز اصلا این تیم، پارسال مگه تیم در خطر سقوط نبود؟ مگه ما هزینه‌اش ندادیم؟ مگه تیم اعزام نشد؟ مگه ما قبل از بازی با اصلا تیم مال من قبل از بازی با قبل از عید مگه ما 2-0 به شاهین بندر آمری نباختیم؟ همه گفتن ای بابا، مگه پول بچه‌ها پرداخت نشد؟ هر جا بوده دادیم، هر جا هم نبوده سعی کردیم تمام تلاشمون رو کنیم از این ور، ولی کار بسیار سختیه های کار بسیار سخته. الان سوالم اینه موردی به هر حال چیزهایی پیش اومده بود دیگه، حرف حدیثایی شده بود، مثلا اون بازی خانم ببین ماها میتونیم در مورد همدیگه هر حدسی بزنیم، ولی اون حدس با واقعیت متفاوت. ما در مورد موردی هم واقعا کار نداریم، اون بحثمون در مورد کلیات حقیقتا. نه ما کار خودمون رو میکنیم آقای احمدی. ببین مگه من سوالمه، مگه این تیم مال من باشه این پولا برمیگرده؟ نه سواله. مگه مثلا مثال میزنم الان این پوله باشه من آخر فصل مثلا قهرمان شم 150 میلیارد به من میدن، 100 میلیارد به من میدن، سودم میکنه؟ نه به اون صورت نه. هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی تو فوتبال ما تا زمانی که سازگار این هستش، تا زمانی که زیرساخت تا این هستش، شما هر هزینه‌ای میکنی فقط هزینه میکنی و هیچی بر نمیگرده، هیچ فرقی نمیکنه. پس در واقع فعلا میتونیم اینطوری بگیم که اینجور مزایده و اینا تأثیری توی روال حداقل تیم نداره. ما داریم با تمام وجود کارمون. بله من در خدمت شما هستم، اگر هر صحبتی حرفی با هوادارا باشه که ما گوش میدیم. خواهش میکنم. من خسته نباشید میگم به شما و تمام همکارانتون، چه در وارش چه در سایت‌های دیگه، پیج‌های دیگه، رسانه‌های دیگه که میبینم دم بازی، قبل از بازی، سر تمرینات میایید تو برف، بارون، آفتاب، همیشه زحمت میکشید. دم همتون گرم. فقط ازتون یه خواهش دارم، ما آدمایی که تو این ورزش هستیم، حداقل تو 1 سال و نیمی که کنار هم هستیم، 1 سال خورده‌ای که کنار هم هستیم، از این بزنگاه‌ها زیاد دیدیم. 1 2 تا 10 تا هم ندیدیم. هر موقع یه اتفاقی افتاده، یه چیزی هم کنارش گذاشتن، گفتن بتونیم کله پا کنیم این تیمو، بتونیم تیمو به حاشیه ببریم. ما جا نزدیم. خواهشم اینه که شما البته رسالتتون این هستش که اطلاع رسانی بکنید، ولی اطلاع رسانی‌ها هوشمندانه باشه. از هوادارانمون هم خواهش می‌کنم باهوش باشن که هستن، که متوجه قضایا هستن که تو چه جاهایی چه اتفاقاتی رو مطرح می‌کنن، بود می‌کنن. یه روز میان میگن جلب نعیمی رو داریم قراره ببریمش، یه روز میان میگن باشگاه رو داریم مزایده می‌کنیم، یه روز میان میگن هم ملک نعیمی هم باشگاه مال ماست. به اینا حرفای تکراریه. لطفاً به این چیزا اهمیت ندن، تیمشون رو حمایت بکنن و اجازه بدن که ما هم توی فضای آروم تصمیم بگیریم برای تیم. توی فضای آروم. ببینید بخش مالی تیم به اندازه کافی کمرشکن است تو این شرایط اقتصادی. واقعا کمرشکن آقای احمدی. ما بلیطمون رو 3 برابر پارسال داریم می‌خریم. یعنی بلیطی که ما پارسال می‌خریدیم برای رفت به اهواز مثلا سالیانه تیم لیگ یکی تقریبا دیگه مینیمم 600,000 دلار فکر کنم باشه دیگه، درسته؟ دلاریشو بلد نیست. که 30-40 میلیارد 50 میلیارد حالا بیشتر آقا، تقریبا 60-70 میلیارد هست. با توجه به قراردادها، به سقف قراردادها رو گذاشتن 49 خورده، یعنی زیر 1 میلیون دلار هم بس میتونه برسه. شما حداقل 15-20 میلیارد هم لوجستیکت میخواد، یعنی هر سفرت به طور متوسط 600 میلیون 500 میلیون هزینه داره، بستگی به دور و نزدیک. بازی خونگی هم هزینه جزئی دارن به هر حال. بعدم شما هزینه روزمره هم داری دیگه. ببین بازی خونگی یا سفر یه بخشه، الان هزینه اسکان، تغذیه، تمرین، اینا روزانه است، یعنی روزانه چند 10 میلیون تومان و ماهانه چند 100 میلیون تومان هزینه داره. طبیعتا به میلیارد میرسه. شما فکر کنید 20 تا بازیکن، هم صبحونه، نهار، شام و اسکانشون، همه اینا هست. تازه تو تیم ما بچه‌ها خیلی با عشق کار میکنن، سعی میکنن. خودشون خیلی جاها میگن آقا این کارو نکنیم، هزینه‌ها کم بشه، بتونیم یه کمکی به مالک باشگاه، به هیئت مدیره بکنن. خودشون چندین بار امسال پیش قدم شدن، گفتن آقا مثلا فلان جا فلان اردو رو نریم، اینجا تامینمون رو اینجا انجام بدیم، این شکلی کنیم جلوی هزینه‌ها رو بگیریم. و دمشون هم گرم که وایسادن با غیرت دارن کارشون رو میکنن. ما هم در خدمتشون هستیم تا لحظه‌ای که بتونیم خدمت بکنیم. ممنون از شما. اگر صحبت دیگه نیست که از شما خداحافظی میکنم. ممنونم بابت همه حمایتاتون، بابت اینکه پشت تیم داماش هستید و اینقدر حساس هستید نسبت به تیم. دمتون گرم. امیدوارم ما هم بتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم. تصمیماتی که ما میگیریم و تلاشی که
کسانی رو به عنوان در تصمیم گیرنده انتخاب میکنیم تلاششون ختم به خیر بشه و رضایت شما و هوادارامون رو جلب کنه. ممنون از شما، خدا نگهدار.